استاد من یک سوالم بود. ما 7 دختر همه شوهر کردگی خانه بوده. مادر مادر درآمدشان نیست. خیلی پنسیه میگیرن. نو پنسیه تاجیکستان 300 سومون 400 سومون. پدر ما 2 سال پیش بندگی کردن. خدا رحمت و مغفرت کند. 3 روز پیش از عید قربان بود. ما چه خیلی قربانی کنیم به نام پدر ما چه خیلی قربانی کنیم. زشات کی قربانی کنیم؟ مثلا پول چه خیلی جمع کنیم. ما سال گذشته راستی گپ همه ما دخترها میان با پول پرداختیم و هم با دادیم به نام پدر ما کریم کنیم با دنبه. اکنون دین روز پیش بهتون رو دیدم که گوسفند دو کس یک کس تقسیم کرده و کرده نمیشه گفتید. هم باید چه خیلی کنیم. همین ما چه خیلی به نام پدر ما قربانی کنیم. خب فرضی کتی مستحبه، یعنی جاش چی نکنید تو، یعنی آمیخته نکنید تو. مثلا 4 پسر است، گفت که بیتون برادر از نام پدر ما یک قربانی میکنیم. یک گوسفند، من گوسفندای تاجیکستان دین من گفتم که 7,500 10,000 سومون 10,000 سومون گوسفند ناس 2,500 سومونی 4 تا پسر میپرتیم، یک تا از نام پدر ما گوسفند میکشیم. گوید میشد، چون که وای نافله هست، وای فرض نیست. مثلا من هم پولدار، برادرم هم پولدار، باید دادرم هم پولدار، همه ما پولدار، ما همه ما یکتگی گوسفند کشتن ما واجب است، لیکن ما سه کس یکتا شده کشیم نمیشد. یعنی فرق دو مسئله و روید بخواهر. فهمیدید؟ شما اون وقتی که برای شما واجب نه قربانی کردن، واجب نه، پول نداریتون، مثلا مادرتون ندارد، شما ندارید، خواهراتون ندارد، برای شما قربانی کردن واجب نیست، یعنی برای از نام عائلتون، چون که ندارید. لیکن 4 که گوسفند داده میتونید. بیا گفتید از نام پدر ما قربانی کنیم، ثواب به پدر ما رسد، گویید هیچ گپی ندارد. یعنی این نافله است، این حتمی نیست. این 10 کس هم یکتا شده کند میشه و قدری همون سهمش ثواب میگیرد. لیکن کسی براش فرض شدگی است، باید برادرش با یک کس دو کس شریک نمیشد، مگر هم در گاو یا شتر، در گوسفند و موز نمیتوند. فهمیدید؟ ما خواهر خیلی پولامون نیست نی هایو مویم وی شوهر ما با کمیسو نجدیوین شوهر ما کمیسو. مثلا اصلا شما برای شما قربانی واجب نیست، برای شوهرتون واجب است، بس سردار عائله. لیکن شما فقط برای پدرتون یک جای شده از نام پدرتون یک قربانی کنید. برای چی؟ قربانی از نام گذشتگان انیق ثوابش میرسد. یعنی همین قربانی از نام پدر هم گفته قربانی میکنید، به نام الله قربانی میکنید، های خودتون هم خوردم حق داریتون، یار و دوست و خویش و تباره ها و تقسیم کنید. هر کسی که همون میخورد ثوابش به پدرتون میرسد. یعنی نافله هست، چیزی حتمی نیست.